اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حجت آوری حضرت زینب دختر امیر مؤمنان علیهم السلام هنگامی که دیدند یزید لعنت الله علیه با تازیانه به دندانهای امام حسین علیه السلام میزند. از شیخی صدوق از بزرگان بنی هاشم و دیگران نقل است که گفت وقتی حضرت علی ابن حسین علیهم السلام و محارمش بر یزید ملعون وارد شدند و سر مبارک امام حسین علیه السلام را درون تشتی مقابل یزید نهادند، آن ملعون با عصای کوتاه و تازیانه‌ای که در دست داشت به دندانهای مبارک آن حضرت زده و این اشعار را می‌خواند: قبیله هاشم با سلطنت بازی کردند، در خبری از آسمان آمد و نه وحی نازل شد. ای کاش پیران و گذشتگان قبیله من که در بدر کشته شدند میدیدند زاری کردن قبیله خزرج را از زدن نیزه. آنگاه از شادی فریاد میزدند و میگفتند ای یزید دستت شل مباد، جزایشان را مانند بدر دادیم، این را به جای بدر کردیم و سر به سر شدیم. من از دودمان خندف نیستم اگر انتقامم را از فرزندان احمد صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل کارهایش نگیرم. راویان گویند وقتی حضرت زینب سلام الله علیها این صحنه را دیدند دست به گریبان برد و آن را چاک زد و با صدای سوزناک که دلها را پاره می کرد فریاد زد: یا حسینا، یا حبیب رسول خدا، فرزند مکه و منا، فرزند فاطمه زهرا، سرور زنان، ای فرزند محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. راوی گوید به خدا قسم هر کس را در مجلس بود گریاند و یزید ملعون خاموش نشسته بود. آنگاه زینب سلام الله علیها بر قدمهای خود ایستاد و بر مجلس مشرف شد و آغاز به خطبه نمود تا کمالات محمد صلی الله علیه و آله را اظهار نموده و بگوید که برای رضای خدا صبر و شکیبایی می کنیم، نه برای ترس و وحشت. پس زینب سلام الله علیها، همون که پدرش علی علیه السلام و مادرش فاطمه علیها السلام دختر گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله است، برخاسته و گفت: سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است و درود خداوند بر جد و پدر بزرگم سرور انبیا و مرسلین. خدای سبحان راست گفت، سزای آنان که کار زشت کردند زشت باشد که آیات خدا را تکذیب کردند و به آن استهزا نمودند. ای یزید، آیا پنداری که چون اطراف زمین و آفاق آسمان را بر ما بستی و راه چاره بر ما مسدود ساختی تا ما را بردوار به هر سوی کشانیدند، ما نزد خدا خاریم و تو نزد او گرامی هستی؟ و این غلبه تو بر ما از فر و آبروی تو نزد خداست؟ پس از روی تکبر دماغ خود را بالا برده و به خود بالیده ای و رگهای پیشانیت از شادی برافروخته و خود را خرم و شادان میرقصانی که دنیا در چنبر کمند تو بسته و کارهای تو آراسته گشته و ملک ما برای تو زلال و پادشاهی ما برای تو خالص گشته. اندکی آهسته تر، جاهلانه قدم بر ندار. آیا قول خدای تعالی را فراموش کردی؟ کافران نپندارند که چون ایشان را مهلت دادیم خیری برای آنان است، نه چنان است، بلکه ما آنها را مهلت دهیم تا گناه بیشتر کنند و آنان را عذابی دردناک باشد.